دفتر املاکت 24 ساعت بازه؟ نه. خودت 24 ساعت بیداری؟ نه. ولی پیج کاری اینستاگرامت 24 ساعت بازه و مخاطب هر وقت بخواد میتونه بیاد و از اطلاعاتت استفاده بکنه. الان بلاگرهای املاک جای مشاورین املاک رو گرفتن و میدونن که دیگه نباید پولشون رو بابت آگهی دیوار دور بریزن و میتونن تو اینستاگرام رایگان 100 برابر دیده شن اگر یک پیج کاری حرفه‌ای با 100 تا فالوور هدف داشته باشن. تو تخصصی ترین حوزه یعنی آموزش مشاورین املاک که کلا 2 میلیون مخاطب هدف مشاورین املاک تو ایران داریم، سقف بازدید رو زدم و با یک ویدیو فقط تونستم 28,000 فالوور هدف بگیرم. حالا تو میخوای یک پیج کاری املاک که عمومی هست رو رشد بدی که از 50 میلیون کاربر ایرانی که تو اینستاگرام هستن 30 میلیونش دنبال سرپناهند و کار 15 برابر از من آسونتره. من این مسیر رو شخم زدم. اگر شما میخواید پیج کاری املاکتون رو از صفر رشد بدید و فایل ها و مشتری هاتون رو 100 برابر بکنید، تو دوره بلاگر املاک بهتون آموزش میدیم. 300 نفر ظرفیت باز کردیم با تخفیف 60% که فقط 80 تا از این ظرفیت ها باقی مونده. اگر میخوای جزو این 80 نفر باشی عدد 300 رو تو کامنت ها بنویس، اطلاعات ثبت نام برات ارسال میشه.